سلام رفقا، میخوایم تفاوت سنین بالا و پایین توی تست زدن رو در این ویدیو براتون بیان کنیم. سوال خیلی از دوستان اینه که آیا خانم‌های سن پایین و سن بالا توی تست زدن مثل هم هستن یا نه؟ جواب اینه که بله. وقتی یک خانم به سن 16 یا 17 و یا حتی قبلش با موج فراوانی از آقایون روبرو میشه و چون این موضوع در بازه زمانی کوتاهی اتفاق میفته، باعث میشه حس خیلی خاص بودن بهشون دست بده. به همین دلیل تست های این سن از خانم ها نسبتاً زیاده. به همین خاطر شما باید آمادگی جواب دادن تست ها رو داشته باشید. ولی خانم هایی که سنین بالاتری دارن کمتر تست میزنن. دلیلش اینه که اون موج از آقایونی که بهش درخواست میدادن کمتر شده یا براشون عادی تر شده. از طرفی بلوغ این خانوما بیشتر از سنین پایینه و منطقی تر به مسائل نگاه میکنن. به همین خاطر تستایی که این خانوما میزنن معمولا کمتر از خانمای کم سنه و معمولا چون بلوغ بیشتره رابطه منطقی تر و با آرامش تر جلو میره. البته به این معنی نیست که مواردی که قبلا توی جذب گفتیم نقص بشه. خیر، تمامی موارد همچنان صدق میکنن. البته بلوغ الزاماً به سن بستگی نداره رفقای من. یک سری از افراد حتی با توجه به سن پایینشون بسیار بالغ و منطقی هستن و بعضی ها با سن پایین یا بالا فوق‌العاده بی‌منطقن. خلاص